22 دکبر سروزیر هندوستان نریندرا مودی در گردهمایی ملتگراهای هندی روی صحنه برآمد. در پیام به شرکت کنندگان این چاره‌بینی او تاکید نمود که قانون نو شهروندی مسلمانان را تبعیض نمی کند. مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و یا اجدادشان فرزند مادر هندوستان می باشند با قانون شهروندی کار ندارند. یگان مسلمان به کدام بازداشتگاه ارسال نشده است و اصلا بازداشتگاه وجود ندارد. خواهران و برادران، این دروغ محض است. قانون نو برای بعض مهاجران بدون حجت امکان دریافت شهروندی هندوستان را فراهم می آورد. به این گروه افغانها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های شامل می باشند که مسلمان نیستند و تا سال 2015 هم وارد خاک هندوستان شدند. منقدان این قانون را تبعیض عنوان دادند. در اعتراضها بر ضد این قانون که بعد تصویب آن در تاریخ 11 دکبر شروع شده اند، بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 1500 اعتراضگر به حبس گرفته شدند و شبکه اینترنت محدود و در بعض منطقه های هندوستان کاملا قطع شد. روز یکشنبه مخالفین قانون نو شهروندی نیز در پایتخت هندوستان دهلی نو و ولایت اوترپردش جمع شدند. با گفته آنها این قانون ضربه به ساخت دنیوی هندوستان است، زیرا دین را برای دسترسی به شهروندی این کشور آزمایش می کند. این مبارزه شخصی برای کدام فرد مشخص نیست. این مبارزه برای هندوستان، برای دموکراسی است. ما اصولاً برای دموکراسی مبارزه میبریم. اعتراضهای اخیر بزرگترین چالش به حکومت بیش از 5 ساله نریندرا مودی ارزیابی می شود.